навиди бомдодии از رادیو ozodi تقدیم شما بینندگان عزیز. امیدوارم صحت و سلامتید. امروز 24 سپتامبر و ساعت به وقت پراگ هفته صبح است. من در چند دقیقه دیگر برای شما خبرهای تاجیکستان و جهان را میرسونم. شروع میکنم از خوشخبر. دیروز ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه قرار از 18 اپریل رو درباره دادن امتیاز به شهروندان خارجی و افراد بیشهروند در زمان پاندمی کووید 19 رو تا 15 دکبر دراز کرد. طبق قرار مذکور سبوکی‌های وابسته به بود و باش و رسمی کنونی مهاجران تا 3 ماه دیگر حفظ کرده می شود. با عبارت دیگر در این مدت نهادهای حفظی حقوق به اخراج مهاجران حق ندارند. آنهایی که کار نمی‌کنند گرفتن پاتنت ضرور نیست و در صورت تمام شدن مهلت ثبت اقامت و خود رجیستراسیون حجت مذکور در قلمرو روسیه دراز کرده می شود. باید گفت مهاجرانی که حالا صاحب جای کار هستند چون پیشتر باید با پاتنت کاری فعالیت نمایند. درباره بعضی پهلوهای دیگری این قرار و کاملا فهم شدن آن برای شما بینندگان عزیز در ادامه روز مفصل در این باره صحبت خواهیم کرد. طبق جدول هماهنگ شده با مقامات تاجیک و روس شرکت سامان ایر امروز از روسیه به تاجیکستان 5 پرواز غیر نقشه‌ای انجام می‌دهد. 3 پرواز طریق خط سیر مسکو دوشنبه عملی می شود. همچنین امروز از سنت پترزبورگ و نوسیبیرسک 1 پروازی به پایتخت تاجیکستان صورت می‌گیرد. به همین ترتیب تا آخر ماه سپتامبر 30 پرواز دیگری چارتری تاجیکان را از شهرهای گوناگون روسیه به وطن می‌رساند. در همین حال معلوم نیست که هواپیماها برعکس از تاجیکستان به روسیه پرواز می‌کنند یا نه، زیرا از نیمه دوم ماه جاری به این طرف هیچ رویخط پروازهای غیر نقشه‌ای از طرف مقامات روس نشر نشده است. این هم در حالی است که تعداد داوطلبان سفر به روسیه از تاجیکستان کم نیست. در همین حال یک گروه مهاجران ازبک بعد بسته شدن مرز روسیه با قزاقستان در ولایت سمره روسیه بند مانده یک اردوگاه بنیاد کردند. خبرنگار رادیو آزادی 22 سپتامبر در اردوگاه با حیات این مهاجران آشنا شد. او میگوید مردم بند مانده با کمک طبی و آب آشامیدنی دسترسی دارند. بر علاوه در اردوگاه امکان خریداری مواد نیاز اولیه فراهم آورده شده است. باشندگان اردوگاه با غذای گرم و دارو و درمان تامین هستند. ماشین مخصوص برای آنها آب می‌آورد و بعضی مهاجران با ملکه سرتراشی هموطنانشان را تشکیل کردند. از ماه مارس به این طرف مرزهای کشورها بنابر پاندمی کووید 19 بسته شد و رفت آمد هوایی بین دولتان اسقاط گردید. بعضی مهاجران آسیای مرکزی که میخواهند به وطن برگردند در نزد مرزها جمع میشوند. تا امروز صدها تاجیکان و ازبک‌های جمع شده در نزد مرزها را با مساعدت سازمان‌های بین‌المللی به کشورهایشان انتقال دادند. دیروز پلیس تعینات خاص بلاروس با پلتک و آب جمع آمد مخالفین حکومت را پراکنده کرد و در این بین در یک شرایط پنهانکارانه الکساندر لوکاشنکو باری ششم سوگند رئیس جمهوری یاد نمود. پیشوای مخالفین سویتلانا تیخانوفسکایا میگوید مردم پیروزی لوکاشنکو را اعتراف نمیکنند. او طرفدارانش را به معرکه سرکشی آسایشته دعوت کرد. گزارش را در این باره با هم تماشا میکنیم. خبرگزاری بیلتا از مینسک گزارش می‌دهد که الکساندر لوکاشنکو سوگند یاد کرده رسما دوری ششم ریاست جمهوریش را آغاز کرد. مراسم سوگند یادکنی او در یک حالت پنهانی برگزار گشت. روز چهارشنبه مردم و رسانه‌های خبری بر پایه بعض شهادت‌ها از جمله بسته بودن شاهراه مرکز مینسک در سمت قصر استقلال و عبور کاروان ماشین‌های لوکاشنکو درک نمودند که مراسم سوگند یادکنی دایر می شود. به قول خبرگزاری بیلتا لوکاشنکو به زبان بلاروسی سوگند یاد کرده و سپس گفت که این روز پیروزی است. ما نه تنها پرزیدنت کشور انتخاب کردیم، ما ارزش‌هایمان، حیات آسایشته و صاحب استقلالیمان را حمایت نمودیم و حالا وظیفه زیادی هم در پیش ایستاده است. قبلا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ژوزپ بوریل گفته بود که این اتحاد لوکاشنکو را همچون پرزیدنت قانونی بلاروس اعتراف نمی‌کند.
شما نوید بمدودی رو تماشا دارید. در تاجیکستان قرار صادر شد که از 3 سال بیشتر در یک منصب کار کردن مقامداران ایجنسی مبارزه با کروپسیا را منع میکند. در این باره قرار حکومت تاجیکستان زیر امضای امامعلی رحمان صادر گردید. در این قرار گفته می شود جای کاری هیئت کارمندان رهبری کننده سطح بالا، میانه و خرد ایجنسی مبارزه با کروپسیا در 3 سال 1 مرتبه باید عوض شود. در یکی از بندهای قرار گفته می شود هنگام جای کنی و یا روتاسیا روزگی کارمند ضرور نیست. هدف از قبول این قرار تقویت مبارزه با کروپسیا گفته می شود تا که این کارمندان در یک جا به مهلت زیاد کار کرده با دیگر مسئولان دولتی زبان یک نکنند. رئیس هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان عبدالله میگوید شماری از طالبان محبوس که بر پایه موافقت از زندان رها شده بودند دوباره به جبهه برگشتند. رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان عبدالله مذاکرات با طالبان را که 12 سپتامبر در قطر شروع شدند مثبت ارزیابی نمود، ولی علاوه کرد که تقریبا در تمام مسئله ها اختلاف وجود دارد. به گفته عبدالله از میان 5000 طالب محبوس رها شده شماری معین به جبهه جنگ برگشته است و این عمل خلاف موافقت نامه ها می باشد. اثنای سخنرانی در شورای روابط خارجی امریکا در تاریخ 22 سپتامبر عبدالله از واشنگتن خواست بالای طالبان فشاری بیشتری رساند تا جنبش محافظه‌کار اسلامی به آتش بس رضایت بدهد. عبدالله میگوید نقشه دارد که به همین زودی ها از پاکستان زیارت کند. بار اخیر او در سال 2008 از این کشور بازدید به عمل آورده بود. 23 سپتامبر پرزیدنت افغانستان اشرف غنی در 75مین مجمع کلی سازمان ملل متحد برآمد نمود و از اهل عالم دعوت کرد روند صلح افغانستان را دستگیری کنند. حکومت عربستان سعودی از هفته اول ماه اکتبر مرحله به مرحله سفر برای حج عمره و زیارت مسجد پیامبر را اجازت می‌دهد. وزارت حج و عمره عربستان سعودی در ماه مارس سال روان به خاطر مبارزه با کرونا ویروس سفر زائران داخلی و خارجی به جایهای مقدس را محدود کرده بود. اجازه ادای حج عمره و وارد شدن به مسجد الحرام و زیارت مسجد نبوی در 4 مرحله صورت می‌گیرد. حج عمره به شهروندان سعودی و خارجی از 1 نوامبر با رعایت چاره‌های بهداشتی اجازه داده می شود. امور دولتی نشان می دهد که درآمد سالانه عربستان سعودی از مراسم حج فرضی و حج عمره 12 میلیارد دلار است. هر سال حدود 2.5 میلیون مسلمان از بیش از 180 کشور جهان برای ادای حج به عربستان سعودی سفر می کنند. از تاجیکستان هم سالانه هزاران نفر برای ادای حج عمره می روند. مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان آماری نوی تلفات از کووید 19 و اینچنین شماری بیماران و قربانیان را از کرونا ویروس نو اعلام کردند. وزارت روز 23 سپتامبر گفت در شبانه روز اخیر مرگ 1 نفر از بیماری همگیر تصدیق شده است. با این شماری عمومی جانباختگان از کرونا ویروس نو به 74 نفر رسید. به اطلاع رسمی در شبانه روز گذشته 43 مورد نو گرفتاری به کرونا ویروس تصدیق شده است. از آخر ماه اپریل تا این دم 9475 نفر بیمار شده، 8244 کس شفا یافتند. عین زمان 108 نفر زیر نظارت پزشکان بوده است. بسیاری از متخصصان میگویند امور رسمی مقامات مقیاس واقعی سرعت بیماری و تلفات در تاجیکستان را نشان نمیدهد و تعداد بیماران و فوتیدگان بیشتر از آن است که وزارت تندرستی میگوید. دیروز وزارت کارهای داخلی تاجیکستان جزئیات جنایت گوش‌نشینی کشتار 2 جوان دختری ساکن دوشنبه را نشر کرد. طبق گزارش این نهاد کارمندان مقامات انتظامی جسد ظریف‌المو حیدروی 29 ساله که از سال 2018 بینام نشان بود روز 28 آگوست از داخل غار در دره خرنگان ورزو پیدا کردند. همراه او جسد مهرافروز خالمیرزای 18 ساله نیز یافت شد که 5 ماه به این طرف بی‌درک بود. با اتهام قتل این جوان دختران دو ساکن نویه اسماعیل سومانی، دانیور سفرов و سعدالله راوپов بازداشت شدند. به گمانبران از 15 تا 25 سال زندان و یا حبس ابد تهدید می‌کند.
با قرب اسعار خارجی برای امروز 24 سپتامبر از جانب بانک ملی تاجیکستان چنین تعیین شده است. $1 نسبت روزهای گذشته به تغییر باقی مانده برابر است با 10 سومانی و 32 درم، اما قرب یورو و روبل روسی نسبتاً پایین آمده است. امروز یک یورو بر عوض 12 سومانی و 7 درم خرید و فروش می شود و 1000 روبل روسی باشد 134 سومانی و 10 درم ارزش دارد. برای این ساعت صحبت رو با پایان می رسانم. بینندگان عزیز، خبرهای نو را 3 ساعت پس تقدیمتون خواهم کرد. ما رو همراهی کنید و روزی خوب داشته باشید.